به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و درود به فال تاروت امروز خوش آمدید. با خلوص دل نیت کنید. فروردین: برای سلامتی همیشگی خانوادت اول لایک کن. یک آرامش خیال و آسودگی فکری براتون دیده میشه، چون مشکلاتتون در حال حل شدنه و فکرتون خیلی مشغوله. احساس میکنید زندگی براتون سخت شده و هیچ تغییری نداره. درسته در حال حاضر به اون چیزی که میخواید دسترسی ندارید، ولی باید صبور باشید. تا 8 وعده زمانی دیگه همه چیز حل میشه. کاری رو میخواید انجام بدید، انجام ندادنش خیلی بهتره. هدیه یا خبر خوشی دریافت میکنید که سبب خوشحالی و شادی خواهد شد. اردیبهشت: برای سلامتی همیشگی خانوادت اول لایک کن. برای کسانی که تنها هستن و تو هیچ رابطه ای نیستن، یک رابطه عاشقانه و پیشنهاد عشقی دیده میشه و کسانی که دچار شکست عشقی شدن، یک رابطه عاشقانه پررنگتر و رابطه خوب و عالی عشقی دریافت خواهند کرد. برای مجردین ازدواج با موفقیت و خوشبختی و سعادتمندی در راه است. برای کسانی که منتظر فرزند هستند، تولد یک فرزند یا بارداری که براشون زمان برده دیده میشه. شما در حالی تلاش برای رسیدن به هدف یا خواسته‌ای هستید که تا 4 وعده زمانی دیگه خبر یا ثمره تلاشتون رو میبینید. اگر کاری رو میخواید انجام بدید در هر زمینه یا حرفه‌ای، بعد از گرفتن تصمیم درست مطمئن باشید با تلاشتون به موفقیت میرسد. خرداد: برای سلامتی همیشگی خانوادت اول لایک کن. انگار از موضوع یا مطلبی ناراحت هستید. احساس غم و اندوه می کنید. در زمینه کار یا زندگی یا مالی یا روابط احساسیتون میتونه باشه. مراقب باشید تا عجولانه فکر نکنید در مورد رفتار و یا گفتار شخصی، چون باعث میشه تصمیم اشتباهی بگیرید و گره توی کارتون بیفته و همه چی به تأخیر بیفته. اگر گره‌ای هست خیلی زود باز میشود. آینده روشن و تضمین شده ای دارید. راه براتون باز میشه. معجزه‌ای تو زندگیتون رخ میده که متعجب میشید. اگر شخصی بهتون قولی داده، چه تو روابط احساسی و تو چه مسئله مالی، حتما بهش عمل خواهد کرد. تیر: برای سلامتی همیشگی خانوادت اول لایک کن. ممکنه پولی رو جایی سرمایه گذاری کنید. مواظب باشید. نگرانی های زیادی دارید که میتونه در هر زمینه هایی باشه. زندگی شخصیتون، کار مالی، احساسی و حرفی و غیره که باعث بیخوابی و فکر و خیالتون شده. البته تمام این نگرانی های شما بیشتر باعث آزار و اذیت خودتون میشه. باید صبر کنید تا 7 وعده زمانی دیگه اوضاع بهتر میشه و نگرانی هاتون برطرف میشه. تو همین اوایل بهمن ماه اوضاع زندگی و مالیتون بهتر میشه. موفقیت های مالی در پیش دارید، ولی به مرور و قدم به قدم کاری بهتون پیشنهاد میشه که در قبالش پول خوبی به دستتون میرسه. مرداد: برای سلامتی همیشگی خانوادت اول لایک کن. از جذبه و شخصیت‌های خاصی برخوردارید و هرچه شما بخواید انجام می‌شود. اطرافیانتون دوستتون دارن و بهتون احترام خاصی قائلن. ممکنه اتفاقات خاصی تو زندگیتون افتاده باشه و سختی‌هایی رو پشت سر گذاشته باشید و یا ممکنه تو روابط احساسیتون مشکلی ایجاد شده باشه. به هر حال پایان این دورهم‌ها به سر رسیده. تو زمینه کاری و مالی پیشرفت و ارتقا کاری و موفقیت براتون دیده میشه. همینطور تو روابط احساسیتون تا 2 وعده زمانی دیگه نتایج خوبی نصیبتون میشه و رابطتون بهتر و محکمتر میشه. دعایی کردید که انگار اجابت نشده. زمان میبره ولی 100% اجابت میشه. تا 3 وعده دیگه توی روابط احساسیتون یک کمی سختگیر هستید، ولی بهتره یک کمی عاطفی‌تر برخورد کنید. شهریور: برای سلامتی همیشگی خانوادت اول لایک کن. اگر احساس تنهایی میکنید،
یا احساس سردرگمی میکنید بهتر کمی صبور باشید و به خودتون آرامش بدید، چون این حس موقته و به زودی برطرف میشه. اگر شاغل هستید حتما مراقب آدم خبرچینی که خیلی هم بهتون نزدیک باشه، چون رقیبتون محسوب میشه و قصدش خراب کردن شما و کارتون پیش دیگرانه. اگر از نظر مالی دچار زیان شده اید نگران نباشید. اوضاع کار و کاسبی و یا سرمایه گذاری شما تا 6 وعده زمانی دیگه عالی میشه. انگار برگ برنده هایی تو دستتونه که باعث خوش اقبالی شما میشه. از چیزی ناراحت هستید و یا از کاری پشیمون هستید، بهتر روی خودتون کار کنید و قصه چیزی رو نخورید. مهر. برای سلامتی همیشگی خانوادت اول لایک کن. شما احساساتی هستید و قلب پاکی دارید. از طرف شخصی یک خبر خوب یا حرف خوبی یا پیام خوبی دریافت می‌کنید. از لحاظ فکری به کم درگیر هستید و کلافه سردرگم هستید. ممکنه در مورد کار و زندگیتون باشه و یا مسائل احساسی. در هر زمینه‌ای که بلا تکلیف شده اید تا 3 زمان دیگه براتون حاجت روایی دیده میشه. حالا چه در مورد کاری، مالی، احساسی و عشقی باشه، نظر و نیازی کردید که 100% برآورده خواهد شد. به زودی تغییرات مثبتی تو زندگیتون شکل میگیره. شخصی دوستتون داره و بهتون فکر میکنه. به یک دورهمی دعوت میشید و ممکنه این دورهمی شخصی باعث کدورت شما بشه. توی روابط احساسیتون دوست داره بهتون ابراز علاقه بکنه. خودتون ناراحت هستید و فکرتون درگیره و انگار در مورد رابطه مردد هستید و در حال حاضر احساس تنهایی میکنید، ولی به زودی دیدار دارید. آبان. برای سلامتی همیشگی خانوادت اول لایک کن. برای مجردین پیشنهاد خواستگاری دیده میشه. از عزیزی دور شدید که ممکنه به خاطر سفر باشه که 100% از طرفش خبر دارید و به زودی باهاش ملاقات دارید. انگار از لحاظ مالی یکم تحت فشار قرار گرفتید، یا مالی یا سرمایه‌ای رو از دست دادید و اگر قصد سرمایه گذاری دارید باید صبر کنید تا 5 وعده زمانی دیگه از لحاظ مالی عالی میشید. ماه جدید بهمن ماه برای شما ماهی پر از اتفاقات خوب خواهد بود. اگر تصمیمات درست بگیرید پیروزی و موفقیت در برابر رقیبان و حسودانتون دیده میشه. اگر در حال تحصیل یا آموزش حرفه‌ای هستید براتون موفقیت 100% دیده میشه و قبولی در امتحانات دارید. توی روابط احساسیتون بحث و دلخوری یا قهر است. نگران نباشید، عشق بین شما همه چیز رو بهتر از اول میکنه. آذر. برای سلامتی همیشگی خانوادت اول لایک کن. به خاطر خواسته و حاجتی که دارید سردرگم و کلافه‌ای که بیشتر احساسی است و این روزا احساس تنهایی میکنید. براتون یک خوشحالی دیده میشه که خیلی زوده و این خوشحالی میتونه در زمینه احساسی و عاطفی باشه یا کاری و یا مالی. شریک احساسیتون یا همسرتون دوستتون داره و یه کار بزرگی براتون تو زندگیتون انجام میده که باعث خوشحالیتون میشه. اگر قصد دارید کاری رو انجام بدید در حرفه‌ای یا هر زمینه‌ای براتون با موفقیت همراهه. اگر گره یا مسئله‌ای تو کار و یا روابط احساسیتون دارید تا 4 زمان دیگه به اون چیزهایی که مد نظرتونه میرسید. دی. برای سلامتی همیشگی خانوادت اول لایک کن. یک خبر یا اتفاقی تو زندگیتون میفته که باعث خوشحالی و پیروزی و موفقیت براتون میشه. موانعی سر راهتون هست که با صبر و حوصله از سر راهتون برداشته میشه. این روزا خیلی ناراحت و عصبانی هستید. انگار دوست دارید با دیگران سر هر موضوع کوچکی مشاجره و دعوا کنید. البته این به نفعتون نیست و باید با سیاست و با آرامش به اونچه که مد نظرتون نزدیکتر بشید. منتظر نتیجه یا حکم خبری هستید. باید صبر کنید. کمی زمان میبره تا حل بشه. اگر موضوعی باعث ناراحتیتونه، چه در مورد احساسی و یا کاری و مالی، تا 2 وعده زمانی دیگه حل میشه و خبری دریافت میکنید که میتونه آرومتون کنه. بهمن. برای سلامتی همیشگی خانوادت اول لایک کن.
در مسیر قانونی و دادگاهی شخصی بهتون کمک خواهد کرد که قابل اعتماد است. به فکر یک دوست قدیمی یا عشقی که مدت هاست دوستش دارید هستید و بهش فکر میکنید دیدار دارید و با یک دوست قدیمی که خاطرات خوبی با او دارید کسی بهتون قول داده که بهش عمل نکرده. این شخص شرایط عمل کردن و با قولش رو نداره، پس بهتر ازش ناراحت نشید. برای خانم‌ها، آقای دوستتون داره و بهتون فکر میکنه. دریافت هدیه از یک دوست براتون دیده میشه. واسه وعده زمانی دیگه خبری از اون چکی که انتظارشون رو دارید و یا دوست دارید دریافت میکنید. توی روابط احساسیتون اگر قهر هستید به زودی آشتی دارید، چون عشقتون دوست داره با شما ادامه بده. اسفند: برای سلامتی همیشگی خانوادت اول لایک کن. اگر در حال تحصیل هستید 100% قبولی و موفقیت براتون دیده میشه. از شکست نترسید. اگر ناامید نشید، یک پیروزی و یک راه باز و روشن که براتون خیلی عالیه در پیش دارید. آقایی توی زندگیتون تأثیر مثبت و عالی داره و یه آقای تقریبا مسن که از لحاظ مالی کمک زیادی بهتون میکنه و حمایت چشمگیری توی کارهاتون به خصوص اوضاع مالیتون داره. تا 8 وعده زمانی دیگه با حمایت این پیشنهاد ازدواج و خواستگاری دیده میشه. توی روابط احساسیتون یکم شک و تردید دیده میشه. خودتون احساس تنهایی میکنید. حتی شخص احساسیتون هم توی این رابطه احساس تنهایی میکنه و تردید داره. اگر توی رابطه کات شده هستید 100% تا یک وعده زمان دیگه به سمتتون برمیگرده. اگر قهر هستید تا یک وعده زمان دیگه آشتی دارید. عشقتون بهتون وفاداره و دوست داره با شما در کنار شما باشه و با هم بیرون میرید.